خواهر من اگه میخوای کولاک کنی شیر معجزه میکنه. آقا که اومد، آقا لم داده یه طرف، تشت و ور میداری میاری میذاری زیر پای آقا هی ماساژ میدی جوری ماساژ میدی که پوست پای بی صاحبش کنده بشه. خواهرها حدیث داریم، زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد خداوند هیچ کار واجب و مستحبی را از او نمیپذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند. حاج خانم ببخشید، اگه شوهرش بد بود نباید هیچی بگه؟ دیر اومدی نخواه زود برو، تو الان رسیدی.